چرا انقدر زشتی؟ خدا از زیبایی من گرفته به بی‌ادبی شما اضافه کرده. چرا کات کردین؟ به خاطر دخالت امثال شما. چرا انقدر چاقی؟ ذاتم خوبه، هر چی میخورم جذب میشه. بعدم از سفره شما که نخوردم. چرا انقدر عقده‌ای هستی؟ همین سوال خودش نشان از عقده‌ای بودنه. بچت کی میخواد دیگه حرف بزنه زبون باز کنه؟ خب ببین، ادب حرف زدن خیلی مهمتر از خود حرف زدنه. ترجیح میدم وقتی حرف بزنه که ادب حرف زدن یاد بگیره. چشمات چقدر ریزه. خدا رو شکر، عیبای شما کمتر به چشم میاد. چرا انقدر شکسته شدی؟ خوبه دیگه، خیلی نمونده به شما برسم. همیشه انقدر ساکتی؟ نطقم با هر کسی باز نمیشه. خیلی کافه میری ها. من پول کافه رو حساب میکنم، تو هرسشو میخوری؟